اگه فقط مثبت فکر کردن کافی بود، پس چرا میلیون‌ها آدم با اینکه هر روز به خودشون میگن من موفق میشم، هنوز همون جایی هستن که چند سال پیش بودن؟ شاید چون هنوز مهمترین بخش این داستان رو نمیدونن. میرسیم به قدم سوم. آیا مثبت فکر کردن همیشه خوبه؟ تا اینجا فهمیدیم که انگیزه بدون عمل کافی نیست. فهمیدیم احساس پیشرفت همیشه به معنی پیشرفت واقعی هم نیست. اما هنوز یه سوال مهم باقی مونده. آیا مثبت فکر کردن همیشه به نفع ماست؟ شاید تعجب کنی، اما جواب این سوال همیشه بله نیست. مثبت فکر کردن از جای خطرناک میشه که جای واقعیت رو بگیره. فرض کن فردی امتحان مهم داری. با خودت میگی همه چیز عالی میشه. حتما نتیجه خوبی میگیرم. من موفق میشم. این فکرها ذاتاً بد نیستن. اما اگه باعث بشن کمتر دست بخونی، کمتر تمرین کنی یا سختی مسیر رو یادت بره، دیگه کمکت نکردن. فقط برای چند دقیقه بهت احساس امنیت دادن. روانشناس معروف گابریل اوتینگن سالها روی این موضوع تحقیق کرد و به نتیجه جالبی رسید. اون فهمید فقط تصور کردن یک آینده عالی گاهی باعث میشه مغز احساس کنه بخشی از موفقیت رو همین حالا به دست آورده. در نتیجه انگیزه کمتری برای عمل کردن باقی میمونه. برای همین روشی رو پیشنهاد کرد که اسمش تضاد ذهنیه. یعنی اول هدفت رو تصور کن، بعد از خودت بپرس بزرگترین مانعی که بین من و این هدف قرار گرفته چی میتونه باشه. همین سوال ساده مغزت رو از رویا دیدن وارد برنامه‌ریزی میکنه. پس شاید بهتر باشه به جای اینکه فقط بگی من موفق میشم، بگی من موفق میشم اگه امروز کاری رو که باید انجام بدم. همین تفاوت کوچیک مرز بین امید و توهمه. حالا برگردیم به سوال اول این مجموعه. بالاخره ویدیوهای انگیزشی سم هستن یا دارو؟ جواب اینه هیچ کدوم. انگیزه مثل باد میمونه. اگه فقط روبروش وایسی، فقط صورتتو خنک میکنه. اما اگه بادبانت رو درست تنظیم کنی، میتونی با بادی که تو رو هدایت میکنه جلو بری. باد نه خوبه و نه بد. همه چیز به این بستگی داره که ازش چطور استفاده بشه. اگه بعد از دیدن یه ویدیو انگیزشی فقط احساس خوبی بگیری و بلا فاصله بری سراغ ویدیوی بعدی، اون انگیزه فقط چند دقیقه حالت رو بهتر کرده. اما اگه همون ویدیو باعث بشه حتی یه قدم واقعی برداری، همون انگیزه تبدیل به دارو میشه. در نهایت موفقیت از چیزی که تماشا میکنی ساخته نمیشه. از کاری ساخته میشه که بعد از خاموش شدن از صفحه انجامش میدی. پس وقتی این ویدیو تمام شد، به جای اینکه دنبال یه ویدیو انگیزشی دیگه بگردی، فقط یه کار واقعی انجام بده. مهم نیست چقدر کوچیک باشه، حتی اگه 5 دقیقه طول بکشه. شاید همون 5 دقیقه شروع تغییری باشه که سالها منتظرش بودی. اگه از این 3 قسمت چیزی یاد گرفتی و دوست داری موضوعات بیشتری رو با همین نگاه کنار هم بررسی کنیم، کانال رو سابسکرایب کن و یه لایک پای ویدیو بزن و توی کامنت ها بنویس اولین قدمی که همین امروز برمیدارم چیه؟ شاید نوشتن همین یه جمله اولین قدم واقعی تو باشه. بدرود تا ویدیوی بعدی.